سلام میگم به همه شما از انجیل لوقا باب 18. انجیل لوقا باب 18 در ترجمه 1009. مسئله فریسی و خراجگیر با هم امروز راجبش فکر میکنم. موضوعی که امروز میخوام بهش فکر کنیم این مسئله هست. آنگاه برای برخی که از پارسایی خیش مطمئن بودند و بر دیگران به دیده تحقیر می‌نگریستند این مثل را آورد. 2 تن برای عبادت به معبد می‌رفتند. یکی فریسی و دیگری خراجگیر. فریسی ایستاد و با خود چنین دعا کرد: خدایا تو را شکر می‌کنم که همچون دیگر مردمان دزد و بدکاره و زناکار نیستم و نه مانند این خراجگیرم. 2 بار در هفته روزه میگیرم و از هر چه به دست میآورم 10 میدم. اما آن خراجگیر دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند و بر سینه خود میکوفت و میگفت خدایا بر من گناهکار رحم کن. به شما میگویم که این مرد و نه آن دیگر پارسا شمرده شده به خانه رفت. زیرا هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد بود. میگه 2 تن برای عبادت به معبد رفتند. امروز هم ما برای عبادت به یه خانه اومدیم به نام خانه خدا و باید از خودمون بپرسیم که با چه حالتی اینجا اومدیم، چون واضحه که این 2 نفری که اینجا اومدن نماینده 2 طرز فکرن، نماینده 2 جهانبینی هن، نماینده 2 نوع نگاه هن که یکیشونو خدا رد میکنه، یکی دیگر رو خدا قبول میکنه. درسته؟ او که فکر میکرد مقبول رد میشه، او که فکر میکرد نامقبول قبول میشه، او که فکر میکرد برنده است میبازه، او که فکر میکرد بازنده است میبره. حالا من نمیدونم شما و من با چه فکری اینجا، با چه نگاهی اینجا اومدیم. خودتو کی میبینی؟ یه برنده یا یه بازنده؟ جالبه که اینجا میگه اون برنده میبازه، بازنده میبره. و جالبتر از اون اینه که همه فکر میکردند اونی که اون شخصی شخص دیگه است که اون برنده است، در حالی که مسیح میگه اتفاقا نه، این کیه؟ این بازنده است. و همه کسانی که راجع به اون شخص فکر میکردن بازنده است، مسیح میگه که این کیه؟ برنده است. یعنی به عبارت دیگه تمام ارزش گذاری های عصر خودشو مسیح در این مثل به هم میریزه. خب حالا باید بریم ببینیم که چی هر کدوم راجع به خودش فکر میکرد. جالب هم هست که هر کدوم راجع به خودش یه چیزی فکر میکرد از این 2 شخصی که رفتن و قضاوتی که بر خودش داشت غلط بود. اتفاقا یه چیز دیگه ای. قضاوت کیه؟ قضاوت خداست. باید بریم ببینیم اون چیه که در نهایت یه نفر رو نزد خدا مقبول میکنه و اون چه چیز یا چیزایی هست که علیرغم این که شخص پیش خودش فکر میکنه مقبوله یا برنده است یا پیش چشم دیگران هم همینطور، با اینها نمیشه به حضور خدای کتاب مقدس ما بریم. اوکی؟ بس یه مقدار روی این چیه فکر کنیم که ببینیم این خدا دنبال چیه، اون تهش چی میخواد. خب 2 تا شخصیت در این داستان هستن که من فکر میکنم در عالم مسیحیت بیشترین طرز فکر غلط راجع به این شخصیت ها رو مسیحیان دارن. یعنی من الان خودم فکر میکنم که شما و منی که اینجا نشستیم
اصلا اتفاقا اینا رو نمیشناسیم، چون بیشترین خطا راجع به که اینا کیان رو ما میکنیم. اتفاقا ما نمیشناسیمشون اینا کیان. برای همین الان من یه خلاصه راجع به اینا میگم، یه مدل امروزی هم براشون میزنم که شما متوجه بشید که اینا کی هستن. یک گروهی که اینجا میگه 2 نفر رفتن، اون یکی که خودشو برنده میدید، مقبول میدید، نزدیک میدید، اون یک گروهی به اسم یک گروهی از یهودیان بودن در عصر عیسی به نام فریسیان، و اینا بسیار آدمای بودن که در زمان خودشون مردم اینا رو قبول داشتن، برخلاف اون چی که مسیحیان فکر میکنن اینا مثلا از همون اول هر کی میدیدشون حالش به هم میخورد. اتفاقا برعکس، اینا کسایی بودن که مردم اتفاقا اینا رو چیه؟ اتفاقا خیلی قبول داشتن. اگه امروز هم اینجا بودن، حالا من مثال امروزی میزنم، ما هم قبولشون داشتیم، ما هم فکر میکردیم اینا برندن، ما هم فکر میکردیم خدا با اینا نزدیکه، در حالی که چی؟ اینا اتفاقا بازندگان این ماجران. چون اونطور که ما ارزش گذاری میکنیم، اونطور که ما قضاوت میکنیم، خدا اونجوری نگاه نمیکنه. فریسیان یک گروهی از یهودیان حتی پیش از زمان مسیح بودن که اینها اعتقاد داشتن که باید ما خالصانه برای خدا زندگی کنیم. این بده؟ کسی هست اینجا بگه این نگاهه؟ اینا به خصوص کسانی بودن که از دین ارتزاق نمی کردن، یعنی حقوق نمی گرفتن از جایی. اینا کار شغل آزاد داشتن، بیرون خودشون کار میکردن، ولی خیلی معتقد به کتاب مقدس بودن، خیلی معتقد به خصوص قوانین اخلاقی شریعت بودن. خب از دین ارتزاق نمی کردن، خیلی اعتقاد داشتن، غیرت داشتن و برای همین نزد مردم خیلی مقبولیت اجتماعی داشتن. چون مردم میگفتن خب دیگه این برای چی داره الان این احکام رو به جا میاره؟ برای چی داره پاک زندگی میکنه؟ پول میگیره از جایی؟ حقوق میگیره؟ میگفتن نه، حقوق نمیگیره. این حتما باید معتقد باشه. درست هم میگفتن، حتما باید یه آدم چی باشه؟ یه آدم معتقدی باشه، یه آدم بیریایی باشه، یه آدم خالص و خلصی باشه که اینجور زندگی میکنه. خب اینا هم اعتقاد داشتن که خدا قومش رو ترک کرده چون قوانین اخلاقی رو زیر پا گذاشتن. برای همین همه جا به مردم گوشزد میکردن که دوباره برگردیم به اون اصول زیربنایی اخلاقی شریعت. خب متوجه شدیم اینا آدمای اگه الان هم بودن باور کنه همین ردیف جلو میشوندیشون. همینه میگفتی که این که اومده حرف میزنه اینجا، این خودش کارمند این سازمانه، این داره حقوق میگیره. درسته؟ ولی فرض کن یه نفر شما بشناسید در سطح شهر که از هیچ جا پول نمیگیره، کار خودشو داره، کار آزادشو داره، کار میکنه، ولی خیلی معتقد به کلام خداست و خیلی هم شما نگاه میکنی در ظاهر حداقل زندگی پسندیده داره. خب این مقبولیت چیه؟ این مقبولیت بیشتر داره. برعکس اون دومیه که میگه 2 تن میرن به معبد، اون دومیه اتفاقا منفورترین اقشار عصر خودشون بودن، خراجگیران. درسته؟ میدونی دولت روم برای که از یهودیان بتونه پول بگیره میدونست که باید یکی از خودشون استخدام کنه، مالیات بگیره. درسته؟ یکی از خود، چون این میدونست توی زندگی چی میگذره. برای همین اینا اشخاص چی بودن؟ اشخاص خودفروشی قلمداد میشدن بین یهودیان. اینا رو وطن فروش، اینا رو خیانتکار میدونستن. خب من اگه بخوام یه مثال امروزی بزنم برای که شما خوب دستت بیاد فریسی که خراجگیر کیه، من از این مثال بهتر به فکرم نرسیده. برای مثال فریسیان بهترین نمونه‌ای که میتونم امروز بگم، یعنی مثلا امروز باشم منم، بهترین نمونه اینه. درسته؟ کسی که مقبولیت داره، کسی که میگه نه خودشه، باید به این گوش بدیم،
هم چی میکنید؟ گوش میدید که این چی میگه. و برای خراجگیرا اگه بخوام بهترین مثالی که بزنم که الان خودم در 2 نقش بازی میکنم دیگه، مثل این فیلم هایی که طرف شخصیت اصلی در 2 نقش بازی میکنه، منم نقش فریسی رو بازی میکنم، هم نقش خراجگیر. فرض کنید توی گریسون و اردو و اصلا کلا این منطقه چی بهش میگید؟ کارادنیز، دولت ترکیه من استخدام کنه بگی آقا من از تو یه کار میخوام، پول خوبی هم بهت میدم، فقط صادقانه کار کن. میگم چشم، چه کار باید بکنم؟ میگه تو مردم میان اینجا میگن برای چی اومدن اینجا، تو میشی مأمور ارشد ارزیابی شهادت‌های مردم در رابطه با اینکه چرا مسیحی شدن. اگه کوچکترین چیزی دیدی ردشون کن. یعنی فرض کنید خود شما میاید توی اتاق پیش من، میگم شما اومدید اینجا پناهنده بشید دیگه نه؟ میگی بله. میگم برای چی اومد اینجا؟ توضیح بده چطور مسیحی شدی. توضیح بده ببینم. و من دارم گوش میدم. حالا داستانی میگم بهتون واقعی. من هندوستان رفته بودم سالها پیش. بعد یه نفر اومد اینکه راجب اینکه چی شده که اومده هندوستان و تقاضای پناهندگی داده. اتفاقا نمیدونست که داشت وقتی راجب شهادتشو میداد، البته چاخان بود، ولی وقتی داشت شهادتشو میداد از همون کلیسایی بود که خود من اومدم، و گفتش که بله ما از این کلیسا اومدیم و اینطور ما تحت تعقیب قرار گرفتیم، خب و شبان ما هم در یک حادثه تیر خورد. خب ببینید چه ماجرایی، شبان ما هم در یک حادثه تیر خورد. حالا من با اون شبانه که میگفت در یک حادثه تیر خورد 48 ساعت قبل اصلا صحبت کردم، پای چیز بودم، پای تلفن. یعنی ببین داستان در چه حدی بود، آرسن لوپن بازی وحشتناک. خب حالا فرض کنید من مأمور باشم اینجا، بیرحم، شما هم بیاید پیش من از این داستانا هم بگید. خب یا مثلا 2 تا داستان میگم شما مسیح هستی؟ بله. خب انجیل چند تا است؟ بگو ببینم. حتی من خیلی خوب 4 تا سوال میکنم دیگه پیش قاضی ملق بازی. درسته؟ من میفهمم، من 4 تا کلمش میفهمم. شبان تیر خورد، اوکی، منم هیچی نگفتم اونجا. ولی شما میتونید بفهمید که من به احتمال زیاد 3/4 شما رو رد میکنم. نه اینکه فکر کنی این کار میکنم ولی اگر تو این چیز بودم به احتمال زیاد خیلی از شما چشم دیدن منم نداشتی. و فرض کنید من پاشم بیام اینجا امروز، و اون نقش دومو دارم میگم، پاشم بیام اینجا، شما راه میدی من بیام تو، این خودش یه سواله. برای همینم هست که خود این طرف میگه وقتی رفتن میگه اون خراجگیر چیه؟ دور ایستاد، مثلا شامت نداشته بیاد چی؟ مطمئنم همون لحظه عقبم که ایستاده بود همه بهش نگاه میکردن، میگفتن این فلان شده کی را داده بیاد، این خائن به وطن، این آدم فروش. حالا دروغ یکی دیگه گفته اون میشه آدم فروش، خب ولی بماند بالاخره کار بدی میکنه. بعد اون رهبرم اومده، منم اومدم در نقش اول. خدا وکیل شما فکر کنید کدومی که از اینا به خدا نزدیک تره؟ کدومش؟ شما هم میگفتی فریسیه، نه؟ شما هم میگفتی اول، نه یکی. حالا شوکه نمیشی که مسیح میگه چرا؟ چه ویژگی این خائن داره، این آدم فروش داره که اون یکی نداره، که برای خدا همین ویژگی کافیه که اینو بپذیره. گرچه وقتی اینا از اون معبد بیرون میرن همه فکر میکنن اون مقبوله. حتما وقتی خراجگیری میرفته به دیگران بهش میگفتن بری دیگه بر نگردی. خب چه ویژگی داره که اون نداره؟ اون سوال بنیادی این مسئله. خب اول بریم ببینیم ویژگی هایی که فریسیه داره چیه.
بعد بری سراغ اون، چون هیچ کدوم از اونا رو یکی نداره. خب اول ببینیم چی داره. اول ما متوجه میشیم که این شخص یک زندگی موفق مذهبی داره، یا اینطور بگم یک زندگی موفق اخلاقی داره. چون میگه همچون دیگر مردمان دزد و بدکاره و زناکار چیه؟ نیستم. خب این زندگی موفقه دیگه، زندگی موفق اخلاقی داره. از همینجا ما با یه نکته انقلابی روبرو میشیم. خدای کتاب مقدس پذیرشش در وهله اول بر اساس داشتن زندگی موفق اخلاقی نیست. اگه بود این باید پذیر کنید، چون زندگی موفقی داره و ما چقدر تو بحر اینیم. نه تا نگاه میکنیم یه نفر رو که یه زندگی نسبتاً حتی موفق اخلاقی داره، میگیم نظر کرده خداست. نه سریع اینطوری فکر میکنیم دیگه، نه تا نگاه میکنیم میبینیم چه جوریه. ولی نه، برای خدا زندگی موفق اخلاقی در وهله اول اون ملاک پذیرش چیه؟ نیست. زندگی موفق مذهبی هم داره. بالاخره اون چیزی که تو شریعت نوشته شده رو انجام میده. میگه تو هفته 2 مرتبه، 2 بار در هفته 2 بار، نه یه بار، 2 بار روزه میگیرم، از هر آنچه به دست میآورم 10 میدم. ببین هر کی میدید میگفت اخلاقیاشو ببین، فعالیت‌های دینی رو ببین، 2 بار روزه میگیره، 10 میده. دیگه با چی کار بکنه؟ واقعا هم همینه دیگه، کار دیگه نمیشه کرد، از این بهتر دیگه نمیتونی باشی. ولی برای خدا مهمترین ملاک زندگی موفق مذهبی هم نیست، نه اخلاقیات نه دین، نه در اون چیز زیربنایی چیه؟ نیست. اون چیز زیربنایی یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه هم داره این آقای فارسی. طبیعیه کسی که موفق باشه از نظر اخلاقی، کسی که موفق باشه از نظر مذهبی یا دینی، به دیگران به دیده چی نگاه میکنه؟ همینه دیگه. یعنی نگاه بالا به پایینی داره. چون یه تیکش هم میگه من مثل خراجگیرم نیستم. شاید اون لحظه فکر میکرده اگه فیض تو نبود شاید میشدم، ولی ممنونم که فیض تو نذاشت مثل این بشم. یه بار C.S. لوئیس، یکی از بزرگترین متفکران تاریخ مسیحیت، میگه داشتم خیابون میگذشتم، یه مستی دیدم یه گوشه افتاده. بعد میگه با تمام دلم گفتم خدایا من هیچ فرقی با این مرد ندارم. حالا اینطوری دعا کرد، من هیچ فرق، اگه تو نبودی تو زندگی من از اینم بدتر بودم. بعد میگه خیلی هم خوشم اومد از این دعا. وقتی رفت و میگه همون لحظه یه چیزی به دلم گفت، انگار خدا به دلش میگه تو از کجا میدونی من این از تو بیشتر قبول ندارم؟ تو از کجا میدونی من این از تو بیشتر قبول؟ که البته بعد یه چیزی مینویسه که تکان دهنده است C.S. لوئیس راجع به این ماجرا، که خدا چطوری داره چیه؟ خدا چطوری داره نگاه میکنه. چه چیزی در این خراجگیر هست که بلافاصله خدا مجذوبش میشه؟ اگر اخلاقیات نیست، اگر دین نیست، اعمال مذهبی نیست، اعمال اخلاقی نیست، چه چیزی تو این مرد هست که تمام ارزش‌گذاری‌های عصر مسیح به هم میریزه؟ به بیه معنا تمام ارزش‌گذاری‌های اجتماعی عصر امروز ما هم به هم میریزه. و اون یه چیزی که تو کلام خدا اسمش هست فقر روحانی، مسکنت در روح اسم دیگهش. همون کسانی که از فقر روحانی خودشون چیه؟ آگاهن. کسانی که فهمیدن به تمامی بازندن. دیدیم اون اولیه فکر میکرد حتی با فیض خدا، ولی چی شده؟ برنده است. ولی این یکی کاملا متوجه شده که چیه؟ بازنده است. بازنده است.
هیچی نداره که به خدا بده. دعایی نداره که به خدا بده. هیچی نداره. آخه به چی بنازه؟ هیچی نداره بده. جالب اینجاست که هیچ انتظاری هم نداره که خدا چیزی بهش بده. نه چیزی داره بده، نه چیزی انتظار داره چیه؟ دریافت کنه، بگیره. نه میده، نه چیزی میتونه بگیره. میگه من اصلا استحقاق هیچی هم ندارم که دریافت کنم. انقدر فقیرم که چیزی ندارم به تو بدم و انقدر گناهکارم که مستحق دریافت هیچ چیزم نیستم. تنها آویزگاهی که برای زندگیش میبینه رحمت خداست. هیچ جز رحمت تو هیچی دیگه نیست که من بتونم بهش وصل شم، بتونم آویزونش بشم. خدایا بر من گناهکار رحم کن، بر من رحم کن. هیچی ندارم، هیچ کس نیستم، هیچی هم ندارم. و جالبه که این دو با این دعا از اونجا میرن. او فکر کرد باخت و رفت، اون فکر کرد برد و رفت. ولی اون کسی که قضاوت اصلی رو میکنه آدما نیستن. اون کسی که قضاوت اصلی رو میکنه خود اشخاص هم نیستن. اون کسی که قضاوت اصلی رو میکنه خداست و او قضاوتش فرق میکنه. میگه او که خودشو بازنده میبینه میبره، او که خودشو برنده میبینه میبازه. و سوالی که ما هممون باید از خودمون بکنیم اینه که ما خودمون رو کی میبینیم؟ ما خودمون رو کی میبینیم؟ برنده میبینی خودتو؟ پیش چشم خودت؟ شاید پیش چشم دیگران؟ با یه سری ملاک‌های اخلاقی دینی مثلا میگی من خوب زندگی میکنم، بعد نگاه کنید من هر هفته کلیسا میام، 10 میدم، در فعالیت‌ها شرکت میکنم، تلاشمو میکنم آدم خوبی باشم. من هیچ کدوم اینا رو رد نمیکنم، ولی میگم با اینا کسی نزد خدا پذیرفته نمیشه. ما زندگی اخلاقی نمیکنیم که پذیرفته بشیم. ما چون پذیرفته شدیم زندگی اخلاقی میکنیم. ما دعا نمیکنیم که پذیرفته بشیم. ما چون پذیرفته میشیم در این فیض دعا میکنیم. ببینید درست برعکسه تا اون راهو رفتن. میدونید یه خطری که برای مسیحیان وجود داره چیه؟ این که این آقا دعا کرد دیگه، این آقای فریسی که در اون نقش پذیرفته شده اجتماعی دینی اخلاقیش ما می‌بینیم زندگی پذیرفته شده اجتماعی داره، زندگی پذیرفته شده اخلاقی داره، زندگی پذیرفته شده یا مقبول دینی داره و فکر میکنه این مثبت ضرب در مثبت ضرب در مثبت میشه 3 تا مثبت، خیلی قویه. و ما یه منفی میدونید که همه رو چی میکنه؟ همه رو میریزه دور. مثبت در منفی میشه منفی. خب خدا قضاوتش ملاک. یه خطری که هست اینه که این آقا دعا میکنه ولی با دعاش از خدا دور میشه. من میدونی بعضی موقع میترسم برای خودم بیشتر همه، یکم برای دیگران. این که ما دعا میکنیم نکنه با دعامون هی داریم از خدا دور میشیم. نکنه همین دعاه نمیذاره حقیقت رو ببینه. همین دعاه خداوندا تو را شکر میکنم که مثل سایر مردمان اینطور نیستم. نکنه این دعای حجاب ملاقات با خداست. دعا میکنه که با خدا ملاقات نکنه. دیدید ترس من چیه؟ که گاهی میاییم اینجا دعا هم میکنیم ولی هی دورتر میشه، هی دورتر. چرا؟ چون اون ویژگی زیربنایی رو نداریم. و اون ویژگی زیربنایی چیه؟ فقر در روح، بازندگی و عدم مخفی کردنش. ببین بازنده، من یه بازنده بزرگم ولی چون
واقعا خودم رو این میبینم در حضور خدا، در برابر او که براش این ملاک ها ملاک نیست. میدونی بازندهان که متوکل به خدا، بازندهان، چون چی جای دیگه برای اعتماد وجود نداره. برنده ها به زندگی خودشون، به پیروزی های خودشون متوکل میشن، آویزون اونا میشن. به خودت نگاه کن، به اونجا نگاه کن، به اونجا نگاه کن، به اونجا نگاه کن. بیشتر یه نوع به خود نگاه کردنه، بیشتر یه نوع خود اتکاییه. ولی بازنده ها به چیه خودشون اتکا کنن؟ به هیچی ندارن اتکا، هیچی. و چاره ای ندارن جز این که بگن بر من گناهکار خدا چیه؟ رحم کن. نه چیزی دارم به تو بدم، نه چیزی میتونم انتظار داشته باشم از تو دریافت کنم، جز این که بر من چی کنی؟ جز این که رحمت تو منو در بر بگیره. هر که خود را برافرازد خار خواهد شد، هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد شد. این قانون ابدی پذیرش در حضور کیه؟ خداست. هر کی میخواد باشه، هر کی خود را برافرازد خار خواهد شد و برعکس هر کی خود را خار سازد، هر کی بی ادعا بشه، هر کی خودشو، فقر روحی خودشو ببینه، فقر وجودیشو ببینه، خودشو بازنده ببینه، برنده میشه. و من دلم میخواد شما از اینجا برنده بیرون برید. ولی شرط زیربنایی رو من نمیتونم تغییر بدم. شرط زیربناییش اینه که شما خودتو بازنده ببینی. اینه شرط زیربنایی. چیه؟ یعنی که تو خودتو چی ببینی؟ بازنده ببینی. حتی اگه دیگری تو رو برنده میبینه بگی این غلطه. واقعیت وجودی آدمای روی زمین اینه که ما باختیم. ما بازندگانی هستیم که نمایش برندگی از خودمون نشون میدیم. وقتی دست از این نمایش برداری خدا تو رو میپذیره. و وقتی از اینجا میری بیرون یه بازنده برنده ای. یه بازنده. ابتدای متن وقتی نگاه میکنی این از بالا به پایین نگاه میکرد دیگه، نه؟ میگفت این مثل رو برای کیا آورد؟ برای کسانی که بر پارسایی، از پارسایی خودشون مطمئن بودن، به دیگران به دیده چی نگاه میکردن؟ تحقیر. یعنی از اون بالا به پایین نگاه میکرد. ولی میگه اگه از اون بالا به پایین نگاه کنی تو سقوط میکنی. انتهای متن میگه اونی که میره بالا کیه؟ کسی که پایینه. یعنی درست تضاد حرکتی این مسئله رو شما میبینی. اون بالاییه که به پایین نگاه میکرد سقوطه، ولی اون پایینیه به سمت چی میره؟ به سمت بالا میره. به شما میگویم که این و نه آن دیگر پارسا شمرده شده به خانه رفت. امروز چطور میخواین به خانه برید؟ پذیرفته شده نزد خدا یا رد شده در چشمان خدا؟